به نام خدا در این ویدیو میخوایم که پروژه‌ای که در ویدیوهای قبلی به صورت شماتیک در پروتئوس و به صورت کدش رو در کد ویژن زدیم، تو این ویدیو میخوایم که به صورت عملی مدارش رو ببندیم و اجرایش کنیم. پروژه که شامل یه LCD، 2 تا کلید و یه هلو ورد، یه کلید که میزدیم، بعد کلید بعدی رو که میزدیم یک کانتی شروع به شمارش میکرد تا عدد 10 و مجددا از 0 شروع به شمارش میکرد. الان میخوایم که همین پروژه رو ببندیم. البته تفاوتایی در عمل وجود داره که میخوام بهشون اشاره کنیم. همونطوری که میبینین در LCD که استفاده کردیم 16 تا پایه داشت. این LCD مون باشه از پایه شماره 1 تا پایه شماره 16 که پایه شماره 1ش VSS، همونطور که تو پروتئوس هم مشاهده میکنیم پایه شماره 1 VSS، VDD و VDD یا VEE که اینجا رو VO نمایش داده شده. بعد RS و RS RW enable دیتای 0 تا دیتای 7 و آنود و کاتود. آنود و کاتود برای نور پس زمینه است که آنود به مثبت و کاتود هم به منفی وصل میشه. میکرومون هم که روی بورد قرار گرفته. اینجا این تو رفتگی رو در نظر بگیرید. پایه‌های سمت راست 0 PA 0 تا 7 میشه سمت راست و PA 0 تا PB 0 تا 7 میشه سمت چپ. این 8 تا پایه این ور 8 تا پایه این ور و PSC و PD در عمل به این شکل هستش. همونطور هم که رو شکل مشاهده میکنید. حالا میایم مدارش رو میبندیم. چون که LCD ما به پایه C وصل شده، من سعی کردم C رو در سمت LCD قرار بدم. اینجا پایه‌ای گفتیم A B C D، پس من LCD رو اینجا قرار میدم که به سمت پایه میکرو باشه. دو تا کلید داریم. VCC مون میشه پایه 10 و گراندمون هم میشه پایه 11 که من از اینجا حساب کنم. شما از سمت چپ شماره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه 10 میشه VCC که من به یازده هم که میشه پایه زمین. ببینید اینجا قسمت برد بورد، این قسمت 1 2 3 4 5 با 5 تای اینور ارتباط نداره. ما با این دو تا سیم ارتباط برقرار کردیم. مثل همین مداری که بستیم قسمت VSS و VSS رو به زمین وصل میکنیم. VSS میشه اینجا. میتونم زمین VDD رو هم به 5 ولت VO که برای تنظیم کنتراست LCD هست. میتونیم با یه پتانسیومتر به پایه VCC وصل کنیم VO به همین شکلی که تو
پروتئوس هم که نمایش دادیم پایه خروجی. ببینید سه تا پای، این یه پتانسیومتر 10K هست، 10 به توان 3 10K هست و یه پایه خروجی و دوتا یه VCC و یه زمین داره که مقاومت بین 0 تا 10K متغیر است و حالا با چرخوندن این قسمت مقاومت تغییر میکنه و ولتاژ متفاوتی روی پایه خروجی میفته. بله، پتانسیومتر رو مشابه همین شکلی که اینجا داریم یه قسمتیشو به VCC، یه قسمتیشو، یه پایه‌شو به زمین وصل میکنیم و خروجی رو به VO یا VEE وصل میکنیم. اینجا ما خروجیشو به VEE وصل کردیم و یکی از پایه ها رو به VCC و یکی از پایه ها رو به زمین وصل میکنیم. حالا میمونه RS، RW و ERS که به PC0 و به همین ترتیب از PC0 شروع میشه. این وسط ما 4 تا پایه داریم، پایه های D0 تا D4 به هم دیگه وصل میشن و با هم دیگه به زمین وصل میشن. که بتونم از این پایه زمینه استفاده کنم برای این زمینه. هر چقدر که سیم کشیتون مرتب تر باشه ایبیابیتون راحت تر و بهتره. PC0 پایه 22 خب و از این سمت که شروع به شمارش کنیم، از رو دیتا شیت که نگاه کنیم، پایه 1 PB0 و پایه PC0 میشه پایه 22، یعنی از سمت راست از پایین که بیای میشه پایه دوم. اینجا میشه 1، اینجا میشه 20، 21، 22. از 22 وصل میکنیم به که همون PC0 بشه، وصل میکنیم به RS. یه سیم بلندتر انتخاب کنم، اینجا RS وصل میشه به RW، کنارش وصل میشه به PC1. Enable وصل میشه به، بعدش میایم D0 تا D3 رو که به زمین وصل کردیم، بعد یه پایه رو رها میذاریم، باز میذاریم که میشه PC3. پس PC0 1 2 این پایه ها شد و PC0 هم که این پایه میشه این پایه میشه، رها میذاریم و میریم پایه بعدی. 4 D5 میره برای یه پایه میمونه D7. آنود هم که گفتیم به مثبت و کاتود هم به منفی وصل میشه. این مدارمون آماده است، با این تفاوت که پایه های که رسیم به کلیدا که یکی از پایه را به زمین و اون یکی پایه رو بر اساس دیتا شیتی که داشتیم یکیش به PC4 که پایه 18 میشد، دوتا به آخر.
پایه 18. و یکی از پایه هام به پایه 21 PD7 میشه. الان چیزی که میمونه وصل کردن VCC و زمین هستش. من اینجا این دوتا این لاین و این لاین رو به هم دیگه وصل میکنیم. بس VCC رو خب الان بردمون آماده است. بر اساس شماتیکی که داشتیم اتصالات رو انجام دادیم و تو تفاوتی که میکنه اینه که توی شماتیک VCC گراند به صورت اتوماتیک وصله و ما اینجا اومدیم VCC که پایه 10 بود و GND هم که زمین هم پایه 11 به زمین وصل کردیم. تو LCD پایه آنود کاتود نداشت که آنود کاتودش رو وصل کردیم و پتانسیومتر هم وصل کردیم. البته تو شماتیک حتی اگر این پتانسیومتر رو هم قرار ندید درست کار میکنه. فقط من قرار دادم که ذهنیتش رو داشته باشیم. الان میمونه که پروگرام کردن میکرو و وصل کردن برقش هست و ولتاژ. برای پروگرام کردنش ما از پروگرامر آروند استفاده میکنی یا از پایه های خود میکرو استفاده بشه. برنامه پروگ ISP ورژن 1.7 این قسمت های مختلف داره. فقط ما اینجا چیزی که باید انتخاب کنیم فعلا، اگه لازم شد توی برنامه کامل توضیح میدم براتون که چجوری از این برنامه استفاده کنیم. فعلا در این مرحله فقط میکرومون که اتمگا 32 بود انتخاب میکنیم. پروگرامر رو وصل میکنیم. میکرو رو که انتخاب کردیم این قسمتی هست اینجا رو که بزنیم برای تنظیم فیوز بیتا وارد این قسمت میشی. بر اساس اطلاعاتی که خود میکرو بهمون میده و بر اساس برنامه‌ای که نوشتیم باید این قسمت تنظیم بشه. اگه اطلاعات زیادی ندارید سعی کنید این قسمت رو خیلی دستکاری نکنید، برید در موردش بخونید. هرچند سایت هایی هم هستن که بهش بگین که چجوری برنامه رو نوشتی و دیتاهای اولیت رو بهش بدی، خودش فیوز بیتا رو برات تنظیم میکنه. ولی اگه دیتا شیت میکرو رو بخونید میتونید فیوز بیتاش هم تنظیم کنید. الان چیزی که هست برای ما مهمه یکی این که کریستالی که استفاده کردیم، تنظیم کریستال میکرو از چه کریستالی استفاده کردیم. گفته برای تنظیم CKCEL 0 تا 3. اینجا CK select از 0 تا 3 رو اینجوری میگه تنظیم کن. اگر کریستال خارجی استفاده کردی، کریستال خارجی لا فرکانس استفاده کردی، این مقادیر رو قرار بده. اگر اکسترنال RC استفاده کردید و اگر کالیبراتد اینترنال RC اسیلاتور که ما این قسمت استفاده از اسیلاتور داخلی خود میکرو استفاده کردیم 8 مگاهرتز. 8 مگاهرتزش هم به این شکل انتخاب میشه از 301 که میشه 1 مگاهرتز، 2010 میشه 2 مگاهرتز و 2011 میشه 4 مگاهرتز و 8 مگاهرتزش هم میشه 0130 که ما 8 مگاهرتز رو انتخاب کردیم. پس CKC3 باید 1 بشه، اینم 0 بشه. ببخشید CK2 باید 0 بشه چون گفتیم 01. نکته دیگه که هست ما از پایه C0 استفاده کردیم، برای خروجی استفاده کردیم، جز پایه های IO استفاده میشه. باید JTAG رو هم تغییر بدیم. اینجا JTAG برای حالتی که اگر پایه چون روی پایه C قرار داره و اگر به صورت خروجی و ورودی خروجی استفاده میشه این پایه C باید JTAG 1 بشه
و اگر به صورت JTAG به صورت 0 انتخاب بشه. اینا رو که انتخاب کردیم یه رید رو که بزنیم پروگرامر is not available. من پروگرامر رو روشن نکردم، پروگرامر رو روشن میکنم. رید رو که بزنیم، ببخشید چیپ رو هم قرار ندادیم، من چیپ رو در بیارم. به این شکل روی پروگرامر قرار میدیم و رید رو میزنیم. اینجا فیوز بیتا لو ولیو و های ولیوش به این شکل انتخاب شدن. اینو میبندیم، یه اریز هم میزنیم که برنامه قبلی پاک بشه. اری چیپ اریز سکسسفول و لود فلش. برنامه رو اینجا لود میکنیم. کد هگزش رو باید، پسوند هگز فایلش رو باید اینجا پروگرام کنیم. الان اوتو رو که بزنم میکرو پروگرام میشه و میتونیم ازش استفاده کنیم. در حال پروگرام شدن هست. اینجا پروگرام شد و اینجا نوشته erase wire flash verify flash successfully done. من اینجا پروگرام رو خاموش میکنم، میکرو رو بر میدارم و پروگرام رو دیگه نیاز ندارم. میام میکرو رو الان بهش ولتاژ که بدم باید میکرومون نوشته هایی که میخواستیم رو نمایش بده. خب اینجا هیچی نمایش نمیده، احتمالا کنتراستش باید با تغییر پتانسیومتر این کنتراستش رو تنظیم کنیم. ببینید با کم و زیاد کردن پتانسیومتر میتونیم کنتراست رو تغییر بدیم و نوشته هامون قابل نمایش بشه. اینجا الان کنتراست خوبه، بیشتر که میشه یه خونه های اضافه میشه که کنتراست رو یکم بد میکنه. پس اینجا یه کنتراست اوکی. بعد کلیدا رو که بزنم، این که اسم خودم میاره، اینجا هم که کانتش شروع به شمارش میکنه 2 3 4 5 6 و مجدد از 0 شروع میکنه. حالا اگه برگردم به اون یکی صفحه با کلید دوم و مجدد بخوام کانتو بزنم، از عدد 3 شد 4، یعنی از همون ذخیره میشه. الان 5 برگردم به صفحه اصلی، صفحه اصلی مجدد کانت از 6 شروع میشه. اینم از این پروژه. فقط یه نکته میخواستم بگم اینه که اگر قسمت VCC گراند آنود کاتوتتون رو درست وصل کرده باشین با LCD تون روشن میشه، نشون میده که LCD تون سالمه. اگر LCD تون روشن شد و هیچ چیزی روی بورد نمایش داده نشد، نشون میده که مشکل از
میکروتون است. ببینید الان LCD روشن شد بدون هیچ میکرویی و یه سری خونه‌ای براتون میاره. این نشون میده LCD تون سالمه. تا پروژه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.